آیت الله خاتمی در پاسخ به شایعات در مورد تعیین جانشین مقام عظما فرمودند مطلقاً یک فرد هم برای رهبری آینده مطرح نشده است. رهبری ما در بانشادترین وضعیت خودشان قرار دارند و اهل ورزش و پیاده روی هستند. بینندگان عزیز، مقام عظمای ولایت رو در تصویر دارین که همچین با نشاط و راکیوار مشغول ورزش هستن و دارن رو بدن کار میکنن. همونطور که میبینید جسم ناقصشون رو فرمه و همونطور که خاتمی خرچنگ گفته ترموستات تنظیم، آفتامات میزون و هیچ نیازی هم به جانشین و تعویض قطع و این قرصی بازی ها ندارن. بله، تا لحظاتی دیگه مقام عظمای ولایت وارد رینگ میشن. همه چیز آماده است تا حضرت آقا با مشت پولادین خود بر دهان استکبار بکوبه. چی شد پس؟ زدن فیزگولشو واویلا کردن که آقا این راحل شد که. بله بینندگان عزیز، اینطور که پیداست باید جلسه خبرگان از سر تشکیل بشه تا یه فکری به حال جانشین این بدبخت عظما بکنن.